آنجلینا جولی یکی از چهره‌های محبوب و مطرح هالیوود است که در تاریخ 4 ژوئن 1975 در لس آنجلس کالیفرنیا به دنیا آمده است. و سال 1982 به صورت حرفه‌ای وارد عرصه هنر و بازیگری شد. آنجلینا جولی علاوه بر بازیگری در حوزه‌های دیگری از جمله کارگردانی، فیلمنامه‌نویسی و صداپیشگی نیز فعالیت دارد. در این ویدیو به معرفی 10 تا از بهترین فیلم‌های این بازیگر می‌پردازیم. با فیلم باز همراه باشید. آقا و خانم اسمیت. در میان بهترین فیلم‌های کمدی که آنجلینا جولی در آن بازی کرده است، آقا و خانم اسمیت محصول سال 2005 حال و هوای دیگری دارد که تماشای آن را برای همه واجب می‌کند. براد پیت، آنجلینا جولی، وین سوان و آدم برودی جزئی ستاره‌های این فیلم سینمایی میباشند. خلاصه داستان این فیلم اینگونه است که یک مرد و زن جوان به خاطر فرار از مجازات یک حادثه تروریستی بمبگذاری که به عنوان مظنون اول آن شناخته شدند، مجبور میشوند علیرغم میل باطنیشان با هم ازدواج کنند. آقا و خانم اسمیت با جنجال و دعوای بسیار زندگی مشترکشان را شروع میکنند و روز به روز رابطه عاطفیشان کمتر میشود. زمانی که این دو نفر تصمیم میگیرند برای حل مشکلات و بهتر شدن اوضاع زندگیشان به یک مشاور خانواده مراجعه کنند، قصه های عاشقانه و رمانتیک جذاب این فیلم آغاز می شود که احتمالاً با تماشای آنها از شدت خنده اشک از چشمانتان سرازیر می شود. فیلم سینمایی آقا و خانم اسمیت را می توانیم به عنوان یکی از خوش‌ساخت‌ترین و بهترین فیلم های جهان معرفی کنیم. تحت تعقیب. فیلم تحت تعقیب به کارگردانی تیمور لنگ یکی از بهترین فیلم‌های آنجلینا جولی در ژانر اکشن و جنایی محسوب می شود. این فیلم سینمایی پرطرفدار به خاطر داشتن قصه جذاب و قلم پخته 2 بار نامزد جایزه اسکار شد، اما موفق به کسب جایزه نگردید. فروش بیش از 350 میلیون دلاری تحت تعقیب در ماه‌های اولیه اکرانش نشان می‌دهد که تعریف و تمجید تماشاگران و منتقدین از این فیلم بی‌دلیل نبوده است. جیمز مک‌آوی، آنجلینا جولی و مورگان فریمن جزئی بهترین بازیگرهایی هستند که در این فیلم سینمایی اکشن و جذاب هنرنمایی کردند و موجب تماشایی تر شدن آن شدند. جنس قصه فیلم تحت تعقیب حال هوای خاصی دارد و احساسات شما را به احساسات بازیگر نقش اول فیلم گره می‌زند. در این فیلم سینمایی شما با ماجراهای عجیب و دلهره‌آور زندگی یک پسر جوان همراه می‌شوید که به تازگی فهمیده است پدرش یک قاتل زنجیره‌ای خطرناک است و خودش نیز دست کمی از پدرش در کشتار و کشکشی ندارد. فهمیدن این خبر در زندگی پسر جوان اتفاقات تازه و هیجان انگیز را خلق می‌کند که تماشای آن خالی از لطف نیست. فیلم سینمایی تحت تعقیب همانند فیلم سینمایی انسپشن یک فیلم علمی تخیلی اکشن محسوب می‌شود و با جذابیت بالای خود می‌تواند در همان دقیقه‌های نخستین مخاطب را مخکوب کند. افسونگر شرور و زیبایی خفته. مالیفیسنت یکی دیگر از بهترین فیلم‌های آنجلینا جولی میباشد که توانست در سال 2014 با فروش فوق‌العاده گیشه نظر تماشاگران و منتقدین را سوی خود جلب کند. در این فیلم فانتزی با حضور آنجلینا جولی بازیگران مشهور و پرطرفدار بسیاری نقش آفرینی کردند که موجب بالا رفتن عیار این فیلم فوق‌العاده و جذاب شدند. آنجلینا جولی، آل فینینگ، سم رایلی، اد اسکرین و میشل فایفر بهترین بازیگران مالیفیسنت هستند. در خلاصه داستان فیلم سینمایی مالیفیسنت آمده است که یک آدمکش حرفه‌ای و بسیار خطرناک مشغول قتل‌های زنجیره‌ای و خشن در سطح شهر میباشد. این قاتل پس از ارتکاب جرم از هر مقتول یک نشانه برای پلیس به یادگار میگذارد و علاوه بر سردرگم کردن تیم پلیس ها برای پیدا کردن قاتل اصلی مردم شهر را به وحشت میاندازد و آنها را در خانه هایشان به خاطر ترس از یک قاتل زنجیره‌ای روانی حبس میکند. این فیلم سینمایی جذاب روایتگر زندگی پر از هیجان این قاتل حرفه‌ای و تلاش‌های موفق و ناموفق پلیس ها برای دستگیری او میباشد. اگر دوست دارید که یکی از بهترین فیلم‌های این خانم را تماشا کنید، به هیچ وجه تماشای مالیفیسنت را از دست ندهید. جیا. فیلم جیا به دلیل بازی عالی گروه بازیگری و داستان خاص مورد تحسین قرار گرفت. از جمله بازیگرانی که در این فیلم حضور داشتند میتوان به آنجلینا جولی، فیدی ناوی، مرسدس روهل و الیزابت میچل اشاره کرد. خلاصه داستان این فیلم این گونه است که جیا کارنگی که اصلیت افغانی دارد به نیویورک مهاجرت میکند تا یک مانکن شود و بلافاصله توجهش به وکیل قدرتمند اشرف غنی جلب می شود. طرز برخورد و زیبایی جیا به او کمک می کند که به سرعت رشد کند و بر صنعت مدل مسلط شود. اما تنهایی مداوم او پس از مرگ اشرف غنی او را به داروی تغییر حالت دهنده مثل کوکائین می کشاند. ادامه داستان را فاش نمی کنم و خودتان بروین و این ویدیو را ببینین و ازش لذت ببرین.
سوزانا با نقش آفرینی منیژه بعد از تمام کردن دوران دبیرستان در اواخر سال 1960 دچار افسردگی می شود و به همین علت دست به خودکشی می زند. خودکشی نافرجامی او باعث می شود والدینش او را به یک مؤسسه نگهداری از بیماران روانی بفرستد. در این مؤسسه دختران زیادی با مشکلات گوناگون بستری هستند. آنجلینا جولی با نقش لیزا جامعه ستیز است و بارها از مؤسسه فرار کرده است. ادامه داستان را خودتان ببینید و نظرات و انتقادات خود را در بخش کامنت برای ما بنویسید. سرقت در 60 ثانیه. اگر به دنبال تماشای یکی از بهترین فیلم های آنجلینا جولی در ژانر اکشن هستید، تماشای فیلم پلیسی سرقت در 60 ثانیه را به کارگردانی دومینیک سینا از دست ندهید. این فیلم سینمایی فوق‌العاده در سال 2000 تولید شد و با فروش گیشه بیش از 230 میلیون دلاری به یکی از پرفروشترین فیلم های آنجلینا جولی تبدیل گردید. در این فیلم پرطرفدارترین بازیگرهای دنیا نقش آفرینی کردند و همین موضوع موجب شده است که سرقت در 60 ثانیه به یک فیلم جذاب و تماشایی تبدیل شود. فیلم سرقت در 60 ثانیه قصه جذاب و پرکششی دارد که احتمالاً با تماشای آن ضربان قلبتان تندتر خواهد زد و نفستان در سینه حبس می شود. شما در این فیلم سینمایی داستان زندگی یک دزد جوان حرفه‌ای به نام ممفیس را مشاهده می کنید که مهارت عجیب و خارق‌العاده‌ای در دزدیدن ماشین‌ها در زمان کمی دارد. ممفیس سالهای طولانی با همین روش به زندگی خود ادامه داده و ثروتمند شده، اما زمانی در زندگی احساس خلأ پررنگی تمام وجودش را فرا میگیره و تلاش میکنه زندگی سالمی را در پیش بگیره، اما گذشته‌اش او را رها نمیکنه و در این مسیر اتفاقات تلخ و عجیبی را مثل گروگان گرفتن برادرش تجربه میکنه. فیلم سینمایی سرقت در 60 ثانیه یکی از بهترین فیلم‌های اکشن محسوب میشه و شما میتوانید از تماشای این فیلم لذت فراوان ببرید. شکارچی استخوان یکی دیگر از بهترین فیلم‌های آنجلینا جولی در ژانر جنایی میباشد که میتوانید با تماشای آن ساعت‌ها غرق یک فیلم فوق‌العاده و تماشایی باشید. فیلم شکارچی استخوان یک اثر ناب و جذاب با بازی آنجلینا جولی میباشد که در سال 1999 اکران شد و نظر منتقدین و تماشاگران را به سوی خودش جلب کرد. شکارچی استخوان با داشتن محدودیت سنی که در طول قصه تصاویر ترسناک و خشن بسیاری نمایش داده خواهد شد. البته درست است که فیلم سینمایی شکارچی استخوان در قالب ترسناک و هیجانی ساخته شده است، اما در لابلای قصه شما صحنه‌های احساسی و رمانتیک بسیاری را تماشا خواهید کرد که آنها با تمامی سکانس‌های هیجانی فیلم ترکیب شده‌اند و فیلم ناب و تماشایی خلق کرده‌اند. خلاصه داستان فیلم شکارچی استخوان به شرح زیر است. یک کارآگاه پلیسی حرفه‌ای و باهوش در عملیاتی دچار حادثه می شود و از ناحیه کمر برای همیشه قطع نخا می گردد، اما ماجراهای پلیسی این کارآگاه به اینجای داستان ختم نمی شود و زمانی که پرونده یک قاتل زنجیره‌ای برای بررسی به کلانتری باز می شود، کارآگاه علاوه بر شرایط خاصش بیخیال نمی شود و ماجراجویی پلیسی و هیجان انگیز خودش را آغاز می کند. فیلم فاکس فایر. 5 نوجوان بعد از ضرب و شتم یک معلم که آنها را مورد آزار جنسی قرار داده بود، یک رابطه دوستانه شدید تشکیل می‌دهند. دوستی آنها قوی‌تر و قوی‌تر می‌شود، اما کارهای آنها کم کم از کنترل خارج می‌شود و شروع می‌کنند به لواط‌کاری و کارهای مزخرفی از این چنین. ما به نسبت قوانین سختگیرانه یوتیوب نمی‌توانم صحنه‌های خشن این فیلم برایتان نمایش بدم. اگر خواهان تماشای این ویدیو هستید، آن ویدیو را می‌توانید با یک سرچ ساده در گوگل پیدا کرده و از تماشای آن لذت ببرید. تا ویدیوی بعدی شما را به خداوندی یکتا میسپارم. پیس.